اینکه انسان‌ها از چه زمانی جادوگری یاد گرفتن، ارتباط با دنیای ماورا و شیاطین و اجنه رو آموزش دیدن، از کی و چطور یاد گرفتن، سوالیه که برای خیلیا به وجود اومده. ولی داستان‌ها و روایات مختلفی هم وجود داره که اینو توضیح داده. بعضیا قانع شدن، بعضیا مثل همیشه قانع نمیشن. که در طول زندگی انسان فرشته‌های متعددی اومدن برای فریب انسان‌ها که از طرف ابلیس گول خورده بودن یا مأمور شده بودن و اینا معمولا اینجوری مردم رو گول میزدن که میتونن دانش‌های پنهانی و اطلاعات پنهانی رو به مردم بدن و میگن که توی دوران حضرت سلیمان بوده که خدا به سلیمان این اختیار رو داده که بتونه تمام این شیاطین و فرشته‌ها و اجنه رو تحت کنترل و استاپ نگه داره تا همه چیز حالت نرمال داشته باشه و میگن که الان هم دقیقاً تحت کنترلن اینا.